بچه ها، حالتون چطوره؟ خب بچه ها، همونطور که شاید نمیدونید من یه کاری کردم که حتی مامانم امروز فهمید. من خیلی وقت پیش مامان فقط قیافه‌ام پشت مامان این کته دوباره راستش مامان 10 بار گوشی مامان رو کش کردیم صاف کردیم، ولی گوشی مامانمه. اگه کیفیتش افتضاحه مدل گوشی مامانمو میذارم به نخرین. اوضاعش کسا کردم. آقا من چند روز پیش به ایدم رسید، چون به ذهنم رسید که آقا من توی این چنلی که توی روبیکا دارم واقعا نمیشه ویدیوهای پر حافظه رو چیز کرد، پر حجم رو آپلود کرد. بعد چند روز پیش یه فیلتر شکن خوب پیدا کردم و رفتم تو یوتیوب. آقا از ویدیوهای 1 ساعته گرفته تا 3 ساعته رو میذارن تو یوتیوب و من اینجا ویدیو 1 دقیقه مونده، چند دقیقه مونده بودم که چجوری آپلودش کنم. آقا نامردیه. رفتم یه کاری هم کردم، فقط مامانم گفتم که بهتره چشمار رو پشت. بچه ها بابادش کنیم. مامان بشمار زمن 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. نمیخواد مامان به جان آرمیتا صدا دیگه عوض نکن. هیچی صدا اصلی مامان من نیست. آقا هنوز عکسش هم انتخاب نکردم، ولی برها عکس چی؟ حاجی مامان خدا بچه واقعا برم دستم مامان من توجی کنی. آقا اصلا نمیشه، ما دست نه فعلا حرف دارم و بشین اینجا. آقا من این چنل رو زدم و خیلی خوشحالم و الان واقعا نور رینگ لایت و قدر زیاده، واقعا نمیتونم الان زیاد بیارم جلو، واقعا نمیتونیم بدتر بشه، نمیتونیم ببینش. ولی بچه عالیه و میخوام بعد از این که این ویدیو قطع کردم این ویدیو میره داخل این، بعد دوباره بچه من قبل از اینکه مامانم بگم مامان بیا اصلا بیا با هم ویدیوشو بگیریم و اینا که این تو این آپلود کنم، اومدم همین پشت این براتون ویدیو گرفتم. بچه واقعا خیلی خوشحالم. بزن قدش که اومدیم تا اینجا که اومدیم تو یوتیوب. حالا تا پلای بعدا بچه خیلی من ایده دارم، حالا ایده رو باید پیاده کنم. حالا پیاده کردنشون به کنار، فعلا میبینمتون تا ویدیوهای بعدی. و تازه بچه من چیکار میکنی خواهر؟ و بچه من براتون توی روبیکا عکس چیز فیلتر شکنه رو میذارم که این واقعا فیلتر شکن خیلی خوبه. بچه من 10 20 تا 30 تا 40 رفته فیلتر شکن استفاده کردم و هیچی به خوبی این فیلتر شکن نمیشه. مامان کسل رو میبینیم و کسل چه بچه قاب گوشیشو براتون اینطوری کرد که بگه آره من هستم. آقا میدونی هستی. و دیگه میبینمتون. مامان میتونی ویدیو رو قطع کنی، راستی زنگوله رو فعال کنی. خدافظ.